سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید یوتیوب ما. امروز روز نظرسنجی بهترین بازیکن تیر ماه. امروز اومدیم که بهترین بازیکن‌های هفته‌های اول تا چهارم تیر ماه رو معرفی کنیم و بعدش بگیم که چطوری میتونید بهشون رأی بدید تا بتونن بهترین بازیکن تیر ماه بشن. اول در رابطه با این توضیح بدم که نحوه انتخاب این بازیکن‌ها به چه شکله و چطوری میتونن بازیکن‌ها توی مراحل مختلف رأی بیارن و جزو بازیکنان برتر بشن. ما توی باشگاه ستارگان شرایطی رو فراهم کردیم که بچه‌ها بیان و بهترین بازیکن هر هفته بشن و هر هفته ما بازیکنان برتری رو با توجه به عملکردشون توی شرایط بازی و توی شرایط تمرین با توجه به نظر کادر فنی انتخاب می‌کنیم و حالا این فاکتورها میتونه فاکتورهای جسمانی باشه، فاکتورهای فنی باشه، فاکتورهای اخلاقی باشه و موضوعاتی که خیلی کمک میکنه به بچه‌هایی که سن و سال پایین دارن فوتبال رو آموزش می‌بینن که بتونن پیشرفت کنن. این فاکتورها رو بیشترشون زوم می‌کنیم و بولدشون می‌کنیم و بچه‌ها سعی می‌کنن که توی این شرایط خودشون رو بهتر نشون بدن و این باعث میشه که بتونن توی اون جمعی که قرار دارن توی تمام نفراتی که عضو باشگاه هستن جزو بازیکن برتر اون هفته اعلام بشن. یعنی بازیکنی که به عنوان بازیکن برتر هفته اعلام شه تو کل رده‌های سنی باشگاه بهترین بوده و بهترین عملکرد رو داشته و تونسته خودش رو یه پله نسبت به گذشته خودش بالاتر بیاره و پیشرفت قابل توجهی رو از خودش به نمایش بذاره. همه بازیکنایی که توی هفته‌ها اعلام میشن از نظر کادر فنی بهترین بازیکن بودن و تونستن عملکرد خیلی خوبی رو داشته باشن و بعد از اون چهار بازیکنی که توی اون ماه انتخاب میشن به عنوان بازیکنان برتر هر هفته توی یه نظرسنجی به عنوان بازیکن برتر ماه قرار میگیرن و بقیه شروع میکنن بهشون رأی بدن. حالا این افرادی که بهشون رأی میدن اعضای خانواده میتونن باشن، دوستان و آشنا میتونن باشن و کسایی که بازیشون رو دیدن، هم‌تیمیاشون و میان و رأی بهشون میدن. هر کسی که بیشترین رأی رو داشته باشه میتونه به عنوان بازیکن برتر ماه انتخاب بشه و این از نظر ما چون خودمون این بازیکن‌ها رو به عنوان کادر فنی انتخاب کردیم به عنوان بازیکن‌ها برتر هر هفته، وقتی انتخاب میشن به عنوان بازیکن برتر ما برای ما قابل اهمیت و این نظر اکثریت اعضای کسایی که میشناختنش بوده و بعد اون بازیکنی که به عنوان بازیکن برتر ما انتخاب شده بعد از اینکه هر ماه بازیکن‌ها انتخاب کردیم آخر سال 12 بازیکنی که انتخاب شدن برای نظرسنجی بازیکن برتر سال میان و یه نظرسنجی جدید انجام میدیم و کسی که میتونه بین اون 12 نفر بازیکن برتر بشه به عنوان بازیکن برتر سال باشگاه ستارگان انتخاب میشه. ما این کار رو از آبان ماه 1402 شروع کردیم و تأثیر خیلی خوبی رو توی روند پیشرفت بچه‌ها داشته، انگیزه خیلی خوبی بهشون داده. حتی بازیکنایی که فکر نمی‌کردیم بتونن توی شرایط بازی و توی شرایط مسابقه قرار بگیرن و بتونن پیشرفت خیلی خوبی داشته باشن و اصلا به عنوان یه بازیکن با استعداد و یه بازیکن نقطه به چشم نمی‌اومدن، با این رقابت که بینشون ایجاد شده و این انگیزه‌ای که گرفتن که بتونن بازیکن برتر هفته بشن و بعد بتونن بازیکن برتر ماه و سال بشن، خیلی بهشون کمک کرده که هم توی مسائل فنی پرتلاش‌تر باشن، توی تمرینات پرتلاش‌تر ظاهر بشن، تمرینات بیشتری توی خونه انجام بدن، تمرینات اضافه انجام بدن، تغذیه‌شون رو رعایت کنن و بتونن سبک زندگیشون رو بهتر کنن و روابط خودشون رو با هم‌تیمی‌هاشون بهتر کنن، بتونن از نظر حالا ظاهری، تیپ، شخصیت، از لحاظ روانی و از لحاظ فاکتورهای غیر فوتبالی، حتی فاکتورهایی که میتونه به عنوان یک شخصیت بازیکن متوجه باشه، خودشون ارتقا بدن و روز به روز بهتر بشن و این رقابتی که بین بچه‌ها وجود داره برای اینکه بتونن بازیکن برتر هفته بشن بدون اینکه بازیکن‌ها خودشون متوجه بشن باعث یه پیشرفت خیلی خوب بین بچه‌ها شده و ما می‌بینیم که هر هفته یکی از بازیکن‌ها شاخص میشه و یه پیشرفت خیلی خوب نسبت به گذشته خودش نشون میده و بولد میشه واقعا توی تمرینات و اون بازیکن به عنوان بازیکن برتر هفته انتخاب میشه و این شرایطی که خود بچه‌ها دیگه دارن ایجاد میکنن توی تمرینات و به مربی خودشون رو اثبات میکنن، متقاعد میکنن کادر فنی که این هفته موقعشه که این بازیکن به عنوان بازیکن برتر هفته انتخاب بشه. بازیکن برتر هفته اول تیر ماه آرسان مجاهد. آرسان از 1 تا 10 به تلاشی که برای رسیدن به بازیکن برتر هفته کردی رو چه نمره‌ای به خودت میدی؟ یعنی میتونستی بیشتر بهترم باشی، تلاش بیشتری هم بکنی. ولی فکر کنم تو یه بار دیگه هم بازیکن برتر هفته شدی و توی ماهای قبل بازیکن برتر ماه هم شدی.
به نظر خودت چقدر از 1 تا 10 چه نمره‌ای میتونی به انگیزه‌ای که داری برای اینکه دوباره بازیکن برتر ما بشی میدی؟ 9. با اینکه یه بارم بازیکن برتر ما شدی بازم انگیزه داری که بازیکن برتر ما بشی دوباره، درسته؟ و چقدر برای این ورزش که داری انجام میدی ارزش قائلی؟ میتونی به اونم یه نمره بدی؟ 10. چه نمره‌ای؟ 10. 10. دیگه با اهمیت ترین موضوع که الان در حال حاضر برای تو میشه فوتبال، درسته؟ ولی خب اینم باید تو ذهنت باشه که موضوع دیگه ای هم هست که باید بهشون اهمیت بدی و این موضوع باید هم با اهمیت ترین باشه ولی در کنارش موضوعات دیگر هم فراموش نکنه. بازیکن برتر هفته دوم تیر ماه رادین اعتمادی پور. رادین، از 1 تا 10 به عملکرد خودت توی تمرینات و توی باشگاه چه نمره میدی؟ 7. یعنی با این نمره که به خودت میدی تونستی که بازیکن برتر هفته بشی، پس احتمالش هست که با تلاش بیشتر بتونی که توی هفته‌های بعدی هم بازیکن برتر هفته بشی. رادین، چقدر انگیزه داری برای اینکه بتونی بازیکن برتر ماه بشی؟ برای این چه نمره‌ای به خودت میدی؟ 6. پس یکم انگیزت کمه برای این موضوع. سعی کن هم انگیزه بیشتری داشته باشی و هم تلاش بیشتر کنی برای اینکه بتونی بازیکن برتر ما بشی. همین که بازیکن برتر هفته شدی یعنی که پتانسیل اینو داری که بتونی بازیکن برتر ما هم بشی، پس حتما براش تلاش کن. نمره دیگه که میخوام به خودت بده اینه که چقدر برای این ورزش که داری انجام میدی اهمیت قائلی و ارزش قائلی براش، چقدر برات اهمیت داره. 10 نمره. یعنی که الان در حال حاضر مهمترین چیزی که الان توی ذهن تو اینه که بتونی توی ورزش فوتسالی که داری انجام میدی بهترین باشی، درسته؟ بازیکن برتر هفته سوم تیر ماه ماهان موسوی. ماهان، میدونم که از زمانی که شروع کردی به تمرین کردن توی باشگاه تا الان خیلی برای این موضوع جنگیدی و تلاش کردی و الان نتیجهش رو دیدی. بعد از مدت‌ها تمرین کردن تونستی بازیکن برتر هفته بشی و الان جزو نفرات برتر رده 10 سالی که داری توش بازی می‌کنی هم هست. به نظر خودت چه نمره‌ای رو به عملکرد خودت توی تمرینات میدی؟ از 1 تا 10. 10. یعنی خودت از خودت راضی کاملا. بله. و اگر بخوای به انگیزه خودت برای اینکه بتونی بازیکن برتر ماه بشی نمره بدی چه نمره‌ای به خودت میدی؟ باز هم 10. پس یعنی جزء با انگیزه ترین بازیکن‌ها برای اینکه بتونی بازیکن برتر بشی. حتما با این انگیزه هم میتونی برای این موضوع تلاش کنی و بتونی بهش برسی. چقدر این ورزش که داری انجام میدی برات مهمه و اهمیت داره برات و توی سبک زندگی که داری ارزش براش قائلی؟ خیلی، چون که بعد از هر تمرینی که شما به من میدادید من اونا رو توی خونه 1 یا 2 ساعت تمرین میکردم و الان هم نتیجهش رو دیدم. اگه بخوای نمره بدی به خودت از 1 تا 10 چند میدی؟ 9.75. خیلی خوبه. یعنی که غیر از اینکه تمرینات باشگاه رو انجام دادی توی خونه هم خیلی خوب تمرین کردی، این هم نتیجهش درسته؟ بله. بازیکن برتر هفته 4 تیر ماه عرفان نصری. عرفان، میدونم از زمانی که تمرینات شروع کردی تو هم جزو بازیکنایی بودی که اوایل خیلی شرایط خوبی نداشتی توی تیم ولی الان تونستی به یه شرایطی برسی که خودتو به تیم اثبات کنی و خودت به مربی‌ها ثابت کنی و جزو برترین نفرات رده 10 سال باشی. از نظر خودت چه نمره‌ای از 1 تا 10 به عملکرد خودت میدی توی شرایط تمرین تا الان؟ 10. یعنی که از خودت کاملا راضی از کاری که تونستی انجام بدی و این نمره رو به خاطر عملکرد خودت توی اخیراً میدی یا اینکه از همون اول همین نمره رو خودت میدادی؟ نه، من اول خودم اگه میخواستم همون اول باشم نمره 8 دادم. پس الان خیلی شرایطت بهتر. انگیزت برای اینکه بتونی بازیکن برتر ما بشی چقدره؟ اگه بخوای با نمره به اون بگی از 1 تا 10 چه نمره به خودت؟ 9. پس خیلی با انگیزه برای این. پس باید حتما براش تلاش کنی که بتونی بازیکن برتر ما هم بشی. و یه نکته دیگه که میخوام ازت بدونم اینه که چقدر این ورزش برات اهمیت داره و چقدر فوتسالی که داری بازی میکنی برات ارزش داره که بتونی سبک زندگی تو با توجه به اون بچینی و بتونی حالا تمرین بیشتر بکنی، سبک غذایی تو بهتر بکنی. اگه بخوای یه نمره 1 تا 10 به این بدی چه نمره‌ای به خودت میدی؟ 10. پس تاثیرگذارترین موضوعی که الان توی ذهن توه اینه که بتونی توی فوتبال موفق باشی و بتونی عملکرد خودت بهتر بکنی، درسته؟ برای رای دادن به هر کدوم از این 4 بازیکن فقط کافیه که اسمشون که توی کامنت ها قرار گرفته لایک کنید و حتما برای اینکه لایک شما و رأی شما شمرده بشه باید چنل
یوتیوبمون رو سابسکرایب داشته باشید و یه دونه کامنت هم برای بچه‌هایی که میخواید بهشون رای بدید حتما بذارید که انگیزه‌ای بشه برای پیشرفتشون در آینده. و اگر میخواید اطلاع داشته باشید که این رایگیری تا چه زمانی ادامه داره، حتما پیج اینستاگراممون هم دنبال کنید که اونجا اطلاعات کاملی رو در این رابطه میذاریم.